برای برنامه یک پیاله چای خواستم که یک چاینیک برای چای جوشانی تیفال خرم. مغازه بهترین با شهر خوجم با آمدم و در آمدم و چاینیک گرفتم نرخ و نوای و صفت مال و محصولات دیدم و منه. سلام و درود تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان هواداران برنامه یک پیاله چای. شتابری که دوستی من شاعری زنده یاد میرزا فیضعلی فرمودند مهر در دل از کلام دوست سر می شود، گر سخن از صدق باشد شهد و شکر می شود. نور دیده تاج سر ای دوستان خوش آمدید، از نگاه دوست قلبی ما منور می شود. اصلا امروز ما برنامه را آغاز نموده گفتنی هستیم که ما سازماندهندگان برنامه یک پیاله چای پیش از آن که این برنامه را تهیه کنیم تیار نماییم مقصدمان این بود که در فرصت همین بیماری کووید در خانه نشستن بیکار ننشینیم، یک برنامه کنیم که مردم کمی باشد هم از این مسئله های روزمره از این بیماری ها خود را کنار گیرند. لیک همین طور هم شد. عجیبش آن بود که در دیه ها در شهرها و حتی در قشلاقچه های مایده هم البته این برنامه ما خیلی پسند آمد مقبول شد. از این سری ما با آسمان رسید. دوستان همه شهرها کامنتاری که زیر ویدیو می نویسید باور کنید با صمیمیت با مهربانی نوشته شدند. ما البته از آن خرسند هستیم. هستند نفرانی که لایک میمونند، هستند نفرانی که دیزلایک میمونند، یعنی که گوشت بی استخوان نمیشود. لیکن به هر حال با همش نور دیده تاج سر عزیزان. امروز ما تصمیم گرفتیم با همراهی یک پیاله چای مهمانی دیهه زیبا خوش منظره خوش آب و هوا دیهه خستیورز گردیم و اینک ما در دیهه خستیورزیم. با ما باشید، با کانال پایک صبح باشید عزیزان. زنگوله را پخش کردن و نوشتن شهرها را از خاطر نبرید. با برنامه یک پیاله چای بمانید. خب مخلصان عزیز و ارجمند، اگر بابت تاریخی دیهه خستیورز گفتنی باشه، من گفتنی هستم که هنوز عصرهای 4 معلومات درباره بود و باشتی مردم دیهه خستیورز بود. الکی مردم اون وقت با رساندگی کلالگری کار با چوب مشغول بودند و با گویم که بعد آن سال 1929 هم دیهه خستیورز را نامگذاری کرده بودند دیهه قستقوز. سال 1941 باشد دیهه نامگذاری شد چکالف تا سال 1957 و بعد از آن باز نامگذاری شد قستقوز و سال خوشبختانه سال 2012 هم همون نام قدیمی همین دیهه خستیورز نامگذاری شد. باید بگم که در دیهه خستیورز اساساً تاجیکان عمر به سر میبرند و در جنوب و شرقی این دیهه دولت همسایه قرغیزها یعنی انیخترش ناحیه لیلکی ولایت باتکنت قرغیزستان یعنی که همسرحد است. و یک چیز دیگر رو باید بگویم که مردم دیهه خستیورز اساساً با کشاورزی با چارواداری با تجارت مشغول هستند. ناگفته نمانیم که کسبی همین کندکاری هم باور کنید خیلی رشد کرده است در این دیهه. حتی مکتبی خودش را هم دارد و امروزها در قلمرو جمهوری و بیرون از آن خیلی شهرتیار هم گشتند. علل خصوص همین گویم مدیر همین چایخانه سرور همین چایخانه اکای کامل جان استاد کامل جان که همین چایخانه را برای مردم دیهه بنیاد کرده است و ناگفته نمانیم که بله بنیاد کردن چنین چایخانه خیلی دشوار هم بود. در یک جایی مثلا جای خالگی که بود اینجا چنین یک چایخانه آمد افروختنش هم این کاری آسان نیست و امروز من گفتنی هستم که مکتب یعنی این استاد کامل جان را با شاگردانش دوام داده ایستادن، یعنی که محفل های کندکاری نیز در اینجا در این دیهه خستیورز عمل میکنند. یک چیز دیگر را باید قید نمایم که دوستان عزیز و ارجمند در دیهه خستیورز
خیلی شخصانی برومند، آن شخصانی که در حقیقت در جمهوری در بیرون از آن شهرت گردیدند، یعنی که تولد شدند. دهه خستیواز خیلی مردمی زنده دل دارد. تماشا میکنیم، با ما باشید، با کانال پایکی سوخت باشید. من چای آماده کنم. چای امروز در همین چایخانه، چطوری که من گفتم چایخانه دوستان آمدم تا اون دمی که موی سفیدان همه یک تا برآمده قدم زده میبیان. من اینجا نشسته سری دسترخوان با کمتر آمادگی گرفتم. خلاص وقت برابس سر نمیتیم دوستان. یک لطیفه من خودتون بگفتم میگم موی سفیدا روستی. خلاص یک مرد بچه فیرمای مرغی تشکیل کرده بود، ساخته بود است. رسم مرغ بسیار بس اونجا با. خلاص یک روزی از روزها کمیسی آمدنش دکار. انا مدیر فیرما هم بچه هم مدخلات سفید باش. امروز کمیسی میبیاد، کمیسی این طرف نگاه میکند، وای طرف فهمیدی ذات تکنیک من تو باید که کمیسی یکتیش همین شناس کنی همه جای فهمیدی گفت الله مالش خلاص کاری شده ببینید شهرنده کمیسی حالی گالستوکش خانشانه آیننده انتقال خوشوکری استرسو رئیسی کمیسی داکو تیار شده که همون فیرما بر رفتنش دکا تیار شده زنشم داداش همین روزانده کسلینده بیمارینده منم دقت شده من چند وقت پس خواننده شدم یک بار جای کارتامو برید کالا همی من رئیسی کمیسیه چخیل توی برم من میرم یک طرف کندم تو چغزده میبیام بینام شد گفت است خیلی که گپی زنکو رئیسی کمیسی هم روزو شده رفتیم خلاص کمیسی آمدگی ذات تکنیک پیش کمیسی هم رفتن ذات تکنیک شناس کراست من این طرف با رفیقا میهمانو من این طرف با مرغای تخم دادگی تخم کردی من با طرف با چق کرشتیان مرغایی که چوجا شانکتی چوجای مایده من با طرف با مرغایی که مثلا گریم برای پیخ کردن برای گوشت مو چیکار کردیم من این طرف باشدگر خروزا مردمی مهنت کش من اینجا باید بگم که یک خروز در یک روز 20-25 مرتبه موکیون چی میگوید و یا نمشه چی میگوید و یا 20-25 مرتبه یک خروز موکیون کتیم گویا که گفته شنید میکند آیدی نسل گیری گفته است همین گپی ذات تکنیک گوید گوشی حالا کینوی هم بدرم دست و یا مقفه آمسیان کو و کجا یک دقیقه شما ممکنه اینجا بیدک با لابا کینوی گفتید که خروز مردمی مهنت کش گفتید من شنیدم و دویم گفتن چه بود چیزی گفتید 20-25 مرتبه کنار جا میبخشید من گفتم که خروز همیشه که در یک روز 20-25 مرتبه موکیون کتی یعنی که ایساری عشق و محبت میکند گفتم من کنار گفتم منات مردک بود استیلکی همین گپا میتونید می وای سرشان موش نیر کوش لپا پشت گو رئیسی کمیسی همون نوبر رفته گوید و کجا روید مجبور کراس گوید ذات تکنیک هم راست آمده محترم رئیس میبخشید لتا گپ من حاضر نماینده های شما همین شناس کرده رفته بودم که من گفتم همین خروس همین خیلی پرنده که یک روز به 20-25 مرتبه موکیون که اظهار عشق و محبت میکند گفتم اونم گوید کنویم گفتن که همین گپ رفته شما به رسانم بوده است من شما با آمده گفتم اون رئیسم شلپه اون تو کره میبخشید که شما ذات تکنیک من ذات تکنیک رئیس همون 20-25 مرتبه گفتید یک تکتی گفتم اونات و ذات تکنیک دیوانه وای 25 تکتی رئیس گفتم اونات همین گپ رفته کنویتان بگویید اتاق کاری کارمند انداز یک مرد ایستاده است میبخشید قهاروف در شهر در مرکز شهر 6 تا خانه دارید حولی 16 تا اتاج دارید کوارتیره در ساحل بحر باشد 4 تا داچه دارید این همش اکادام پول به خدا پول خدا مکا با فکری ما این از پولی مردم از پولی خلق گفته ماند و چی گفته است این خلقانده همین پولش نی اکا جا قحط با این زو مگزین به تروریست درام دست زو مگزین به در آمده 30 ثانیه وقت ثانی من این مغازت میکفانم گفته ماند ها ما تهلکه به فرامدگی سنگ پشتی بیچاره یک طرف آدم نشده مور گفته است بگاهی روز مردک در بالای استول نشسته گازیت خوانده شده است زنک فرش شست پول شست
داداش پاچکتون بردارید من اینجا شسته گیرم. گفتم اون دیگر اوی یگان تا کارت بی من میتونی تو. بین همسینفا به یک نفر سیر و سیاحت برفت آمدن اروپا بیو خانهشون به همه جمع کردی صورت نشان دادن. من ما وارشاوانده من اینجا من نگاه کنم من اینجا الان باور کنید الان این بینو های کویر این بینو یه گنده مغازه کلام بودیم بینو من اینجاش ما نزدیک استادیومش انده من اینجا ما پراگنده گفتن نشان داده است خلاصی که بین همون صورت به رسما به یک صورتی گروهی فرم دست این زنکی گفتم این گلچهره خانه جدا زنکی شوخ بود گو اینا مونده وای کتی وای مونده این کتی اینا مونده وای کتی هیچ جدا زنکی شوخ بود گفته است حتی همسینفاشون آشنا جان انا این چی گفتم نه این سلام خان زنکی ناز بود این زنکی ناز بود این یک تکتی رفته یک تکتی آمد گفته است همین گپ زند یک تاش خسته پای سوخته شاید توفیلش پشت رفت شده است او گوجا آشنا گفت گام نزد رفته است این آشنا این طرف شنگه و گوجا برفت گفتم او دیوانه به زنه شخیر نیه یه من تویش پر رفتگی نبودم دیگه من کجا دونم یک رئیسی کارخانه بعد سفری کاری کارخانه با آمده است آفیسش به در کشاد کاتبه السلام رئیس آمدید میرا باور کنید عمیق خرسان شدم دو تا خبرم یک تاش نه یک تاش گنده اکدامش سر کنم گفت گندهش سر کنید چی نباشه من نبودم که گنده بسازید سر کنید چی گندهش گفتم رئیس بعد شما برفتن به خدا کارخانه بانکروت شد کارگرا کارپارتوی کار همش گریخته برافت کی نایم زنتون همه بچهای گرفتن و اسیفی کارخانه بودگی پول گرفته اروپا زده برفتن اینم هیچی نه دین شوفرتون اواری کار امروز روزی دو بیچاره گذشت دین آفیس سوخت گفتگر رئیس مش خسته که نغزش چیزیه گفت با قریبی فرزنددار میشه جانم دین اوزی برفتم من داری و درمان خنده پیشرفتی کار است خنده طبع خوش و گوارا باشد همیشه پاینده دوستا دوام میدیم دوستانی عزیز و ارجمند خودی حاضر به من گفتند که موی سفید آمدن رفته پیشواز گیرمو یک آورده همین دسترخوان بشیننده کم کم یک چخ کنیم از این طرف از وای طرف یک پرسیم از فعالیت کوریشان پرسیم باور کنید موی سفید بعضا کم گپ هم میبیونده بنابراین با همراهی کانال پایک سود مانید شما رو لطیفای بهترین باز انتظار هستند اولین لطیفه در خستیوارس یک دیرکتوری خانه مدنیت آخه همه صنعتکارای جمع کردن و همه آدمایی که نام‌نویس شده که خانه مدنیت و همشون خطاب کردن مونده خب رفیقا یک چیز من اشو پرسم همین پرنده و پول در کار نمی‌افتن
پرنده رو پول در کار نکن و خوبانم من همین آپوستوی همین مواتون گفته خوردم کاتبه بود است و کاتبه کاتبه گیم دوست با وقت سرود هم میخوند است حافظم در رئیس آپوستوی من هم گرفته خوردید میفته من دیگر خروشتی که خدا اصلا میریم اگر من همین چایخانه ها و نشسته مردم چای مینوشن و یک صحبت میکنن هر روز مثلا بریم یک تا گپ میگیم هر روز اومده یک گپای نو شده میستم دوره یک خبری نو شده موندم ممکن با یک نفر مثلا بریم اومده همین روز همین چایش یکم نقض نکرده است میگفتم اوندنش ممکن میساو نه لیکن یک سه من میگم که هر روز من دینه اومدم الان این چایخانه پایانتر و خط ماندگی اکوی عزیز ما آشکار شدن شما نشسته آشکار داشتی یک جوال نمی دروازه فاتحه خانه میرفتن و فاتحه کلام میگن همش دیگه اکو فاتحه و قاعدهش بگید اگر بعضی آدما هایی که همونجا بشته آدمای نگاه کردن رمزگیری میرن وای مردگی آدما کارش نیم کشته یا نانگیش پرسیده است اینا کی بود اینا زپرافکا چی زپرافکا شونه اینا و یا کی بود و یا معلم اینا کی بود و آشناش یک کمینه با خونم گفته اینا دیرکتوری یک تا کارخانه 10,000 کس کار میکند کارخانه شما گفت یا کدام کارخانه گفت اگر اینا آری پرور گفته است 10,000 تا آری اکا جونی عزیز من بدونم که من بابتی این بیماری که امروز قوم دنیای بلند آورده است شما یک شعر میدید کنید است میخواستم همین تو بسیار مثلا شعری شما شنیده باشید رحمتی محترم خواهد میکردن که هر گونه کسلی و دردمندی عموما بیماری از آدمی جسمان قوی و از آدمی که حافظه پالوده است میترسد این در حقیقت درست است و من با این سخنم قید کردنی که مردم باید جسمان ظاهرا و باطنا پاکیزه باشند بر سری خلق جهان آمد بلای ناگهان تیره گشته گویا خورشید و ماه آسمان میده یک انگیزه کرد عالمی را در هراس و اندر سینه هر خلق و هر پیر و جوان لشکری این بدبلا روی همه دنیا گرفت بی ترحم با سرایت در نهاد این و آن جا گرفت و در آخری همین شعر با جنبست من باز قید کردم که یعنی نترسید مردم در هراس نباشید فردوسی بزرگ قید میکنن که ترس این نیم کار است نسبی کار است اگر غالب شما یعنی نسبی همین غالبیت بای دادن از حسابی ترس میشه بین شهرنده گزان های جاهای زیبا دوتا سگ یکتاش سگ کلانتر یکتاش مایده تر همون مایده ترش پیشی این سگی کلانی با اومده اما چوبه این آدم ها با پیشتر نماردنگ میکرو اکو خداشان کرگی حاضر گفته است و هم گفته است که کلانیشم تو حالی یاش بعضیش کارهای نمیفهمی و اگر بینی اگر آدم ها لبای کار با ما پیشنده گفته است خیلی گفت همون کای هم بام اول ما برامدگی ثانیه ها برامدگی این هم همون با این گفته تماشاگران عزیز مخلصان و هواداران حجو خنده آن نفرانی که البته مخلصی برنامه یک پیاله چای هستند ما سر یک پیاله چای در چایخانه بسیار باحشمت و زیبا در مرکزی دیهه خستیورز در چایخانه دوستان اینجا نشستیم و باور کنید بین انمین پیران کار نشسته سخن کردن برای من یک جهان کیفیت بخشیده شده زیرا این نفران همه در فعالیتی بینی‌ها دور کاری داشتن در زندگی همه یک موقعی خودش داشتن امروز به حضور دوره نفقه خوری رو گذرانده شدن خب دوام میدیم نباشد یک چاه بوده است چاه همون چاه به شیر افتیده است شاهی حیوانا افتیدگی همین حرکت میکند برامده نمیتوند
اگوجا همین شاخی بالی و یعنی قبلیت میمون پیدا شده است گربه آشالود گفته این دست که من برامده نمیتونم گربه آشالود انا کو افتیدی تو انا کو آدمات یا ناخونت میکنن اینجا شما میآویزن تو تمام کو لا ادا شد این شیر ادا شاخ شکسته غلطی دست پیش شیر با شیرم هم تو کنه کو گاوزن چه چیزی گوسوسه بودی گفت با خدا یک عذر پرسم گفته پیشتون آمدم شیر همون دوره ها حقیقتا خواهی کاکریتانو یک تاشان همیخیل امک ماشینی بینزواز های میکریم آمده ایستن گایی کو رنده کرد اینو هم فرومده همه حجت های نشانه دکومنت ها مایو که من خیلی حالگی گایی آرام نمیشه گوید اون تو پشتی ماشینه گذاشته همین زنجیر چیزیه با آویزان اینجا با زنجیر چیزیه با آویزان شافر هم حیران خواهی زنجیر همون روزی که من خریدم این ماشینم ده بود اکایی گایی فرقش نیست چیزیه با همین زنجیر در رنگشته شکلشتی هم نگاه کنن تا جگولی آمده است اینا باید آدم هم توشت است شما معلم ها شما باید هم معلم همین گایی با فهمونید زنجیر چیزیه با ماشینی مننده گفت معلم هم اکو جدو محمدانه آدم که زنجیر ماشینی اینا با ززیبلیه نی فهمدید می؟ ماشین یا بینزین میکشنه درگیت نبرو باید گفته گفت گایی بینزواز با جواب گفته است بینزواز خوب وکره حکره برو باید معلم من جواب میگفت شما اونده چوبه زنجیر نیست گفته боз як хушхабар аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин ин тавр ҳоло набуд акнун шумо метавонед мошини ҷӯмашӯи автомат полуавтомат телевизори плазмавӣ чангкашак кондитсионер ва ғайроро тариқи кредит бо корти насия ҳаст салом аз алифбонк ва бонки эсхата бефоиз харидорӣ кунед телефон барои тамос 92 730 77 70 суроға шаҳри хуҷанд паҳлӯи факултаи филология тоҷик мағозаи беҳтаринро интихоб намо دو مردی 54 ساله تقریبا در چایخانه نشستگی همین فکر کرده روان یک جای نگاه کرده نقطه نگاه کرده ماندست یکتش دویمش تینجی میاشنا گفت تینجی نیده چی گاب زن چی گاب گفت همین زمانه با گنده زیق میشم من چوبا آشنا تو آشنا جان چوبا گساسی و اینترنت گفته که چیزی میدانی میگوید کنیش نمیدونم من فیسبوک هم اینستاگرام هم منم ده توییتر هم گفت بیامون با خدا های تون دو دست کو منم خانه بینم اگر آشنا جان پسری کلانی من چقیر کیلینده من چقیر زنم هم حتی چقیر کاری میشند یک حواسم آمده گو یک تا ادنه کلاسنیک به یک تا کشادم منم صورتی خودم نیست صورتی ویا موندم نامسته ریمبو های کو همونا موندم سونی گو یک کیلین زنم فهمم چی اینکه حقیقتی گام میزند گفته گو سیفی زنم با درآمدمو شناسایی با یک شناس شویم گفتم زنم هم مایل شناس میشیم گفت که شناس شدیمو گفته شنات ها چیزی شناس شدیمو گاوزن دوامش گفت من 3 سال پیش مردگی بودیم آشنا یک بچه صنف نهم میخونده سو یه روز همسنفاش برای یاردم کردن همون اگراتاشون بیل کردن به همسنفاش آورده است همسنفاش هم کار کردن دورترنده مادرش جامشویی کرده است تقاوری و جامشویی کرده بچه بلند کرده من میگم ما باید بیل کنیم دادام خرسان میشن گفت بیل کراسی همسنفاش آشنا تو ناس میکشی ناس کشی پرتافتی می گفتم من پرتافتم چه پرتافتی گفت دادام یه روز ناس میکشی میگفتم منم مردک با این ها گفتم دیگه نکش بچه‌ام گفتم با همون پرتافتم گفت بوواش وای طرفان جامشویی کرد که بچه‌ام رود به بیل کتی خوردگی تام گفت چه منم میگی نزد پرتافتی همینجا شه تو همین تاجیک مردم کجای نروان حسابی کار میابنده یتاش نوسیبیرسک برفته است کمتر پولش بلاست همینجا با آپیالاشا فروختگی نوسیبیرسک برفته پول کتی گوید یک تا فرمی کلانه خریده همه تاجیکا این گاو میپوید میگوید نیه و خوک پایی با گذاشته است فایدهش کلان گفته است یک دم به فر بیمیشد گفته گوید یک دم کارخانه‌اش وسیع شده گوید
якдама калоншта бурафсоз ҳамунҷана трактор харидаст, вай харидаст, ин харидаст. Ҳамун якта журналисти газети ҳамун маҳаллӣ гӯед пешаш омада: здравствуйте, дорогой наш бизнесмен. Скажите, пожалуйста, как это так? У вас вот в промежуток, маленький промежуток времени, у вас вот это хукчагок, ваши свинки быстро растут. Как это вам удается? Я им даю помои, вот которые это кушают, они бросают, я это даю им. Журналист камтар говорит: хайванота дӯстмедоштагӣ будасте занаки. Как вы так, изверг? Как у вас рука... Я не понимаю, как помой дать этой хрюшке, этой красивой, этой прекрасной животной. Я про вас напишу и в суд жалобу подам. Вечером мошон сафед шудасин бизнесменки. Чо ман гуфтам помой, бекор гуфтам. Хай штрафой додаги, а мобайн хафма гузаштас. Бад я хафмо, а телевизион якты журналистом даст. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в гостях у Каримджана из Таджикистана, бизнесмен, который вот у него сейчас поголовье скот, свиньи у него где-то 500 штук. И у меня первый вопрос. Уважаемый Каримджан, скажите, пожалуйста, как вам удается вот за маленький период времени у вас свинки растут, как они становятся большими, и чем вы их кормите? Мардака калашбаз даст ко ҳафма пешанги гап. Ҳозир агар памой гӯям инам ҷанҷол мекунад. Гуфте: я то шито, я сам съем, это ем, им даю тоже. Гуфтас. И мардак сали дига хел мардак будас. Сефтас: как так? Немец, вы что себе позволяете? Вокруг кризис, люди голодают. А вы свиньям свою продукты даете? Как это так? Я на вас в суд жалобу подам. Инешам джанкровтас. Мошон як тарафай сафед шудеги сиёшави ба сар шудас гӯед бо. Зиқ шудян, диққат куням. Ой кариян, бо чуба ин ба ман хе гуфтам. Гуфте гӯед: баъди 5 сол ОРТ рафтаст. ОРТ дар бораи ҳамун шаҳр репортаж каросиян. Раиси шаҳр таъриф кард: вот Каримджан у нас бизнесмен, у него свиньи. Гӯедагар ОРТ, Андрей Малахов, Айнека Мондагим. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня в гостях у одного прекрасного бизнесмена, у которого 1000 голов свиней. И давайте с ним поговорим. Дорогой друг, чем вы кормите? Каримджан интерфой карим, помойгам ин. Все гуфтян гапазурде, тоджи гапазурде. Я им всем по $50 даю. Каждый себе купит еду. Да. Достон, дар бораи хуштоману келино гуфтем. Як хуштоман туе барафсорасу, аълави дари келин, секин ҳамун пойафзоли келина пуштаст. Нав будааст, таку ва чиз. Пуштаравон рафтасу, келин ба чӣ гӯям? Гуфта: келина ҳамту чашмаш ҳамин пои хуштоман ба фурод мешарми. Хуштоманам ҳамту ниё кар. Келинҷон, ҳавоҳо гарм. Пойлуч гаштана олимо фоида шай гуфтаги. Ҳама пойлуч гаштан гирид гуфтас. Ҳам то хуштоман буравад, келинам ҳайрон. Олимо пойлуч гуфтаги фоида шай. Бувам касал набудам, ино ба фоида намекунад. Бува? бовар кунед, рекламаам фоидаш бирасу, ако ҳама бам реклама намешад я. Ята Гурков реклама кариян. روز از روز ما نزدیک میشویم. توبه کنم. خدا نگاه دارد. دو دوگانه در اتلیه کار میکنن، کار شدن. یکتاش چیفتاست. گلی جان همیشه پاچو تایکو توبه کنم حیران میشم. یخر زلفیا گفتند. نوی من سلامت کو. زلفیا گفتند. من حیران. حقیقتا اگر پرسیدیمی و کی زلفیا گفته گفت نمیخزن دیگه پاچ شد. یک اتاج دوستانی عزیز و ارجمند، اتاجی سوم با یک نفری بود است که کمتر هر سحر برامده بالا بنیام کرده خدا و مراجعت میکرده است. همسایه بالانگیش یه روز یک شوخی کنم گفته است، این پایانگی هم مراجعت کرده: ای خدا جان 1 میلیون سال تو با چی باین؟ گفته سوال نداشت. همین هم سوال می. 1 میلیون سال برای تو چی باین؟ گفته من دیگر بالانگی همسایم 1 مینوت گفته است.
اینم حیران 1 minut خدا جان 1 میلیون دلار برای تو چی با این گفت 1 ذره گفت است این پایینگه همسایم خدا جان من با 1 ذره ته گفت بنا دیگر بالانگی هم 1 minut ایست گفت است به مهنت پولا کجا و سری به پول مشقپه کنده دوستا спортзаланда гап шуд диалог спортзаланда тренер ҳамин чия качат кунам ки духтаро ман ба нигоҳ кунад кӯчанги духтаро мурда ман ба нигоҳ кунад чия качат кунам гуфтам мурад тренершам гапи зӯр задааст кара носа партифта нефта качат кун гуфтааст писарбачае бо ҳамроҳи падараш ба моҳигирӣ рафтасу акнун падараш ҳамон удочкаи роскарас якинчи кресад дадо ман гӯшта мондам гуфтам бачам ӯ дар ин сумкаи мо бин бувад қалама фисондагӣ будам қаламаи хур ман ва қаламаи ахона мошин мешинем ку ҳамунҷано хӯрдам гуфтааст интими ин хел бошад агар дар ин мошини бин сатилчани ята хӯрока ҳамун хӯрока гирифта хур ман ва раҳанда хӯрдам қандата зан набошад агар ӯ таги дарахта бин ман сумкаба бо байни қабати номба бо гӯшти мондагӣ ҳамун ва ман ҳозир то шумо кути гавздана хӯрдам гуфтам дадошам фелшамас ва катилока биен кирми лойқуракай ҳамунам хур бурафтем тамошобинони азизу арҷманд мо дар чойхонаи дӯстон воқеъ дар маркази деҳаи хистиварз ҳозир бо ҳамроҳи анами пирони кор якта оши палови хистиварзӣ омода шудааст ва ман хоҳиш мекардам ки марҳамат ошҳоро биёранд то ин ки мои сафедо як чашида як дуо кунед анамо мардуме ки ҷавонакое ки мои тамошо мекунанд баъдан баъди ош як дуо мекунед دوستانی عزیز و ارجمند آن نفرانی که زادگاهشان خستیورز است و در تمام دنیا در فدراسیون روسیه در قزاقستان در دولت‌های خارجی هستید من گفتنی هستم که دوستانی عزیز و ارجمند امروز با دعای نیکی انمی پیرانی کار آن نفرانی که زادگاهشان همی خستیورز است و یک نفرانی که به خدمتشان به مردمی دیهی خستیورز رسیده است و البته با همراهی کامل جانکا صاحب همین یک چایخانه بسیار باحشمت و زیبا ما گفتنی هستیم که بگذار همیشه صحتمند و سلامت باشید عزیزان آن نفرانی که میل آمدن دارند مرحمت برآمده بیایید امروز در این فصل زیبای سال تیر ماه زرنیسار شما البته تمام میوه ها پختگی حاضر هم تو میامد میوه ها پختگی انا خلاصی گپ پخته ها شکفتگی هم تو می بنابر همین گفتنی هستیم که مرحمت کنید دوستان عزیز و ارجمند خستیورز باز هم زیبا است مردمش آسوده حالانه کار و زندگی دارد بله یک تا سلامی آتشین هو انا وهابه رسانیم سلام هو انا وهابه انا بچه کوبه خستی ورزی ها مای تماشا کروسیان یک تا دعا کرم مانی تمام هویا سفرنگی ها روسیه انده سفرنگی های امریکا انده تمام دنیا انده یک تا سفرنگی ها دعا کرم مانی خداوند مهربان سفرنگی های سفرشان بهتر گرداند الهی شاید احوال بلاها آفات‌های کچلی‌های همین زمان اهل آنشان که در پناه نگاه دارند شکایت ها نیکی دنیا و کسی رفته باشه خدا مشرف گرداند لای همینجا نیت کار رفتن همین رسخوری های فراوان که آمدم خدا مشرف گرداند هم بچه‌ها خدمت کردن همین خدمتشان با رحمت همین آینده ها شما کسب کارشان با برکتیت شما راه استقبال برای کار الله اکبر رسیدیم دوستان با فرجام برنامه امروزه البته ما خواستیم دوستان عزیز و ارجمند کمی باشد هم از مسئله های روزمره شما را دور سازیم نمیدونم این به ما امکانیت داد دست داد یا نه این امکانیت لیکن من باوری کامل دارم که کمی باشد هم تعبیر نازک شما را ما خوش گردانیدیم عزیزان اگر هم تو باشد سری ما به آسمان میرسد شما باشید در کانال پایک سوخت آبونه شدن رو از خاطر نبرید شرح خود رو نویسید لایک گذارید زنگوله چرا پخش کنید و
البته اگر خواهید که ما در محض در دهه شما یا در شهر شما مهمان گردیم، در شهر نویزید عزیزان دل، ما حتما سفر میکنیم. امروز با علم موی سفیدان پیران کار صحبتی داشتیم. البته صحبتی نه اونقدر هم طولانی، لیکن من بسیار چیزها رو برای خودم کشودم، برای خودم فهمیده گرفتم و در یک وقت میخواستم مینداری اهل سازمان دهندگان برنامه یک پیاله چای رو با مدیر همین چایخانه، با سروری کارخانه، با کامل جان کار رسانیده باشیم که ما رو مهمانداری کردن، پذیرایی کردن و امروز ما برنامه‌مان رو در اینجا برگزار نمودیم. همه خستی ورزی‌ها و سلام آتشین از خستی ورز. این سلام برای آنهایی که از مرز ما بیرون هستند، در دولت‌های خارجی هستند. خودتان احتیاط کنید. حتما به خستی ورز آمدن را از خاطر نبرید. گاهی به وطن برگردید. اینجا بی نهایت زیبایی و اینجا بی نهایت آبادی را شما دیده میتونید. دوستان، در خستی ورز صاحبکاران خیلی زیادند، با تجارت مشغول هستند. من برای تجارتی آنها باز تجارتی از این هم بلندتر و البته سردرآمدتر را خواهان هستم. برای موی سفیدانی که با همراهی ما بودن، تنها تنسیتی عمری دراز را خواهان هستم. عزیزان، خنده کنید. خنده به همین ما و شما میزیبد. خنده زنگ دل انسان را میشوید. با همین برنامه امروزی ما با آخر میرسد. خیر عزیزان، خودتان احتیاط کنید تا دیدن دیدار در یگان دهه یا در یگان شهر با لطیفه های نو. خیر عزیزان.